7 حکایت پندآموز از داستان‌های قابوسنامه. حکایت ارزش ریش. روایت کردند که وقتی سلطان طغرلبیک تصمیم گرفت وزیری از دیار خراسان برگزیند، بزرگان و دانایان گرد هم آمدند و یکی از دانشمندان را که علم و اعتبار بسیاری داشت به او پیشنهاد کردند. این دانشمند مردی بود با ریشی بلند و پرپشت، چنان که تا نافش می رسید. او را به دربار آوردند و پیام سلطان را به او رساندند و گفتند: سلطان تو را شایسته وزارت دیده. این منصب بزرگ را به تو واگذار کرده. از امروز کدخدایی مملکت با توست. اما دانشمند پس از شنیدن سخن درباریان لب به سخن گشود و با آرامش گفت: سلام مرا به سلطان برسانید و بگویید خدا عمرت را 1000 سال کند. اما وزارت شغلی است که ابزار و توانایی‌های بسیاری می‌طلبد و از آن همه من فقط یک ابزار دارم، این ریش بلند را. خداوندگار من، مبادا به ریش من امید بیهوده‌ای داشته باشی. این کار بزرگ را به کسی بسپار که به راستی شایسته‌اش باشد. حکایت آداب مهمانداری. نقل کردند که صاحب ابن عباد با دوستان و ندیمانش سر سفره نشسته بود و غذا می‌خورد. در همین میان مردی از مهمانان لقمه